سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به پارت سوم این ویدیو. قبل از پارت سوم پیشنهاد میکنم پارت اول و دومو ببینید. منو زدن آجی. کمپ در باش از بالا اونجا، همون بالا کمپن، بالا لوله کمپن. بالا لوله کمپن، بالا لوله کدوم؟ دقیقا همون خط از بیرون خط در رو داشته باشید، برید زدتتون. همون قبلا بالا لوله اونجا کم میکردیم آمی، اونم همونجا. برید زدتتون راحت، همون بالا میرا باید شری کمپ. بیرون. برید داخل مردید. آره برید تو مردید، همینو میتونم آجی میتونی هامی یارش از بک نمیاد، حواستون باشه یارش چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ مهدی تویی؟ زاویه سخت 70 انمی، زاویه 70 همون انمی با حزی یارشونه حزی زاویه 70. کجا؟ با دارم میگم زاویه 70 بالا سر. کو؟ بده همین بود دیله. یکی آجی راش نواز خطی در گذاشتم. راش بده وای کیلم یکی. از کجا؟ اونم داره میتونم. نگاه واسه واستا که گفتی همین مردن. داره میتونم بالا واسه دقیقا خطتون رو داره گام بیان گارو میکشه. ببین همین میتونی ایزی اونلی هد بس. بزنی بالا نیدن. بس چی نگید؟ بیرون واسه تا بیام بیرون دیگه. البته کام بردادم اتون. من اسکیس شکسته میام. نه شکنایو. با پامپ میام. حسین کام دسته؟ آره نرو پایین هم پوش. مت داره چیز حسین نرو. مت ندارم خودم بانداجم. بالا سرم یکیاره. نوشه پانی پاشو بیا دیسکورد. وای دختر دید بازی نبولفت. بالا بده وات پایینا اون بات پایین واسه اون بات پایین. بالا نه رفت بالامش خود رفت تو. منو زد. بسخوری؟ نباید میذاشید اون یارش بره داخل. الان 3 تا شدن به جای 2 تا. سه تاشونو میزنم دوباره. بابا یار تک کس خود. الان ما این رفرش هم دارم. راست میگی. تک شما رو زد؟ نه یارو جاش خوبه. میشه. یعنی مثلا 3 نفرن یا 2 نفرن؟ ندارم به خدا خودم بانداجم. تو کجا وایسادی؟ تو این نه چی 400 تا بانداشو برداشته پارچه رو. 400 تا باشه دست من. برو بس. بیا وسط را بدم بهت. چی؟ بذار اینم رو وادی میاد. در سمت راست بتونی خط بذاری. هم گرینیت داشته باشم بری. بذار وایستم همین. من میگم باید وایسید دیگه. من پارچه رو دراب دادم اینجا. 2 ساعت دارم مارک کوچه کن. تعریف میکنم. حاجی یه طور خدا بزنین، میخوام تو چت قشنگ صحبت کنم. اوکی همشونو میزنم. دو تا 3 تا دارن میان از زاویه ان. کو؟ 2 تا از زاویه ان دارن حزی میان. کجا واسه بیام. ان دارم میگم نمیفهمی. واسه خب نمیبینم. خب تو پایینی، اونا یکم رو صخره ترن، دارن 3 تا از زاویه ان میان. صخره باز نکن. همین. صخره بود دفعه پرید پایین یارو. اونجا. یه سخت. دیگه داره تو جاده دارن میان. دیدمشون. بابا دارم میام بیرون بچه‌ها. یکیشون داده. اوکی. یکی دیگه پیتو. وای پیتو رو نتونستم بزنم. بیتیت خوردم. فول کیته داده داشت میومد بیرون. نایس، یکیشون داده زدم. شدی وای علیو زدم. داخل فول کیت سبزه رو زدم داخل بچه‌ها. پیتو میخوای؟ آره زدم. یه نفر دیگه مونده یارش. نه خلاصه تمومه. اگه لوت داره تموم. یارش داخله. یکه دو بیبی خورده. رفتی توش؟ آره بابا تو یکه یارو. اوکی. بالا همونجا چیز از پله میره بالا. وزی شاتقانا بود ولی یارشو زدم آجی. بده. لوت کن. یکی داره میاد. لوت کن بک. زدیش؟ آره دادمش. بده تمام بده. مادر.
آقا تو رو خدا فرار کن، سری 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 سری. آی بودو کردید بودو نداشتم آقا فرار بودو کنه بودو درم. میخوام سری تو چت بگم بودو یه شیک بود بزنم بگم بگیرم. حاجی بره سری بیس میخوام کاری بخورم بودو بودو. الان داداش یه جوری با ادوانس دستشون نبود. بابا گم شو بیا. ادوان چی؟ ادوان دست من بود بابا فول توی کیت سبز. تنوز توی آمی آره. یه دونه فول کیت سبز ساختم بودو بودو تراس بودو بودو مرده. سری ندیدم بشن. فول کیت سبز رو. بیا اینا رو بگی مهدی ببر. ادوان دست با یکی دیگه داره میاد، یکی. کو کو. بعدیش آره اینا بگیر، اینا رو بگی ببر. دستش بود فول کیت سبزه. نه بابا میگم لوتش نکردم. برو لوتش کن سمت برم راست بیس در برم ورودیه. بیس. وایسا. سمت راست در ورودیه ها، سمت چپ در ورودیه. جا ندارم جا ندارم. آمی سمت چپ در ورودیه اون فول کیت سبز مرد. بابا، می‌خواست گاهی چیه که موند باش. داجی یه چیزی لوت دیگه نداری؟ بیس. چرا اون فول کیت بابا من آورم واسه. توی بالا توی بالا. آره من چیزم من اکسپرت کنم اون کنم. فول کیت سبز رو لوت کن چی؟ میرو خدا الان پیداش کنم. سمت فول کیت سبزه. چپ اون در ورودی است. ادوانس دست اینه. تمام. بیاید دیگه من بیام یا نه؟ بده. نه. بیام بقیه لوتا رو بردارم. فول لوتیم. حالا شاید بپرسید اینا کیان؟ اینا همون دیلان که تو پارتای قبلی دیدین چجوری با MP5 همشونو زدم. یک به چهار و گندگوزی دو کن. به متی چهار. متی گندگوزی کن. یک نفره این یا دو نفر یا خیلی چرت و پرت میگی آجی. متی گندگوزی کن. دارم میگم یه نماش به به به. تو چی میگی بابا 3 به 4 3 به 4 به 3 بود اصلا. حاجی اصلا لازم نبود مرشد. مرگ سه بساز بیا. آخ وای حاجی من اینو میشناسم. ببین حاجی به خدا الان سکته داره میکنه. حالا شاید بگی مهدی چرا داره تو چت گندگوزی میکنن. اینا رفیقای قدیمی مهدی هن که سر یه چیزی کلا دوستیشون به هم خورد و کلا داره مهدی تو چت گندگوزی میکنه تا اینا فشار بخوره. چتونه؟ کلا ما 4 ساعت پلی دادیم که این همه تونستیم گام بگیریم. به جز 5-6 دیبی که خودمون ساختیم کل گانا رو گرفتیم. هیچ گانی نساختیم. جوابشو نداری. تو خودش بهتر که. چقدر تو زور داری؟ آره حاجی گاییدیم تموم شد سر. چجوری فشار میشه میکی؟ همین یه برو بابا بهش بگید میزنه خودش. سیفور راکت نداره میکن. اوکی اسکاس چیز اسکلاب آمی کلم کن. بیا تو چیزه ایکی با اسکرپ میخوایم بریم چیز کنیم جور کنیم بریم. خب اسکاس رو گرفتم با لیزر. بیا این کنار بگا رو بذارم. نوشته چیت بودین آجی. نوشته بود رکوردتون رو دارم چیت بودین. برو براش نوشتم آهان هر کی نتونی بزنی چیت. دیدم دیدم. اینجا یکم به بیس رسیدیم و شوتینگ فلور بیس رو ساختیم با روفش. در حالی که داشتم بیس می ساختم صدا فایت بغل بیسمون اومد و رفتیم روش. فهمی یه روز بود دده. بالا سرت دده. بالا سرت هم دده. 2 نفر دیگه بالا سرتن. 2 نفر دیگه دارم میان پایین. منو دیدن. حالا میام 3 نفرن. بذارم میت پیدا کنم بکنم. دارم میبینم. آمی بالا کو فول کیت تامی. خب یکی. بیا اینور. دارم میان رو تا ریختن روت. خب یه نت داره به نظره. فکر کنم داشته باشه باید داشته باشه. حالا بالا کو آدمی رو برو. بکش عقب من این بالا هوا دارم. کجای؟ مردم بالا کو
26 26 آره دیدم اسمش. بابا جون. خب آجی من نمیتونم تیر بزنم ببینم چرا یکیشون اینجوریه. اومد پایین یکیشون اومد پایین. اومد رو من من زدم بال بچه کرد. کاور من رو روف دارم یه تیر میزنم. اومدم من. این والیه رو بزنین کنارتونه. یه ازیاتیک داده نه یکیشون از چپ اومد یکیشون از راست. آره دیدم من دارم راستشو میرم. مهدی اینفو بده مهدی. یکی از چپ اومد یکی از راست. اوکی یکی چپتون پشت سنگ بزرگه. دیدم. خیلی لوه مهدی چپی هم فکر بده. کنم دان شد. من نمیبینم شما پشت درخت مرخته. اون دیدم. راستی یکی دو پشت نفره. سنگ رو نمیبینم. پشت سنگ مراج برو ببین. سنگ بزرگه. سنگ بزرگه آره سنگ جلو توه همه. من مردم آجی ولی 2 نفر میره میاد. بده دابله سمت چپتون رو بگیرین ها. چپتون یکی حسین زد. آره چپتون یکی هست. یکیش هر یه جا نفر کرد. رفت از چپتون رفت دور. یکیو زدم ولی. آمین لطفاً داریم. چی بود اسمشون چی بود؟ نه میره میهن یکی IMP بود. یکم 26 بود. OMP زدیم بابا. آجی بریم آرتیکل لوت کنیم. اوکی. آجی واقعا جیج مرسی. آجی اونجا همون مرسی، بادی واقعا افتاده. واقعا مرسی. آقا اونجا بادی فول کیت افتاده مرده. میگم من بادی منه. خب زود باش برو دیگه من خطشو بابا دارم. من بک تایم از زود نشده. سیم چند تا نه، کیل زود دارم برو من دیگه اومدم پایین ندیدم. تو بگو چی؟ نمیدونی کجاست فول کیتم من اوه، 2 تا خودت دیگه. باید اوه بگویی. 42 تا آخه واه. 2 بار من مردم جان من. گذارم. بزن. چه بالی بود. دکمه ایران راست رو بزن. ایران راست باز میشه بالا صفحه سمت چپ بالا. آها حاجی یه 2 در 1 حاجی. یه 2 در 2 این بالا حاجی. شیر میهن حاجی. شیر آره. میهن است؟ آه. شیر میهنه خیلی رفیق چیزه ببینه. لول اسمش 8 شده حاجی وای، یا داده. یه نفر دیگه هست. من کنارت بگ دارم اسمم دادم. ای آجی 2 نفر بالا سرتن. بچه منو فکر کنم. نه نیکده. بچه رو من دارم میام. من نیستم. من یه دونه گان دور کنم دارم میام. من خودم میگم یار بیس آبی. ها یالا این بیس یارو. هدکی راست شد با چی دیگه داری؟ نه. یکشون داده هم یه وال بک خلصش میذاری. بزن خلصش بزن آبی. بیا. بیام بذار بیام جلو عقب نمیتونم فایت بدم 2 نفر رو زدم روت کن آمی روبرو 2 تا پله. یکی دیگه هم داده یه نفر دیگه هست. یه نفر فولگر سبزا. اون شیری میهن است. پشت این بیس هست. دیدم آجی یه تامی رو زمین شکسته. اون شکسته آره. بادی خورد یه دونه. شیره میهنه پشت بیس متالی است آجی یه مد دارین؟ چیه؟ آی تیر دیوی دارین؟ نه شیره میهن فرار کرد احمقا آجی این بیس رو ما بزنیم. آجی در شلو مینی داره. اومد. چیه؟ میارم من من میارم الان میارم خودم میارم. بده. آمی خودم میارم دیگه. اوکی آقا شویش بازی که زدم باز زدم بچه میخواد گفتم سچه من یه دونه سچه رو بردم. حالا بذار در چوبش رو کامل بزنم. ریول بود داد تیر ریول نداشت منطق بود. من گیه هستم داداش خودش از صداش معلوم بود داداش چی جاج منم میرم وقت بود 12 آجی من باید ویدیو ببینم ویدیو من باید کار کنم آجی فردا شورت ویدیو باید بدم آجی خار شورت ویدیو رو گاییدن آجی خیلی شورت ویدیو در اومد ما 1 ساعت 2 ساعت دیگه هم پلی دادیم و رفتیم خوابیدیم آقا من همین الان اومدم بچه ها از میلیتاری برگشتن
او هنوز فایت ارکدو رو بذاریم یه سلفور. آجی حمید برو اسکینای متال بیرون اوکی کن. مگه متال زیاد داریم؟ بابا متال فول. آمی چه سه گان اوکی کن آمی بودو. اسکم بده. متالای بیرون کام کام خب یه دونه اوکی. آره. بابا یه چیز بگی دست اسکین انداز دیگه. نه برای اسکین انداختن چیز میشه یکم میبره. مهم نی بزن بابا بزن به چیز سگ بره. اوکی. بال باباته بزن. آقا من الدراپ انداختم خواست یکی خواست ایکی برداره از بالا روف کاور بده. من برمیدارم مهم برداشتنگی. چه سیگانا یا اول فس برو بیده. اور بیده یه هولوساید هم بذار توی یه گانم یا نساختیم بیار حاجی پشمام. را را This is Iran. برو یکم اون دوربین بازی هم اوکی کردیم. سان بذار پروات نه من با بیده. پروات برم یکم کم دیدم. آجی داشتیم دوربینارش که یارو گفت AKL لاین هم آجی. آره کل اولا تو بودن لار. دوربینا رو آقا بزنید بریم چه دوربینای جدیدی اضافه کرده بازی دیدین یا ندیدین؟ ما دیدیم همه راحت کردیم. زنتون وای مشکیش هم خیلی خوب. بچه ها امروز روز رید بیده. رانندش فول گرل لاین داریم دادم. یا خدا آیته کنار لارج اویل ریگ یکی تاگبوت گذاشته نشسته. چه خوب ببینم لارج یک اسماله. اویریگ دا کن نگاه کن آجی. هم وای آجی اویل بریم. مینی هم من یکی آوردم میتونیم بریم. بچه زدن و درش بازه ولی بیا انمی همین. روش نیست. همین اینو ببین نظرتو بگو. یه لحظه اچله همین اینو ببین پشت سرت انداختم. بذارسته اچله کار خودته منم کمکت میکنم. یکیشون سه تا هیت یکیشون دده فکر کنم. یکیشون هم خیلی خورده. فرید یا چی زنه تو چطوره؟ دوتاش پشت بالا. خوبه الاینه اینجا به طرز خیلی عجیبی یه گروه خیلی گنده اومد رومون با گانای خیلی خفن. فکر کنم داریم رید میشیم ولی نمیدونم چرا واقعا اومدن رومون. فکر کنم به خاطر ایدرابی که انداختیم اومدن رومون. ما بریم پایین نظر. یکی راش داده یه فولکیت راش داده. آره یه فولکیت داشه ده تو خیلی خورد. اوه بیشرف L9 داره. یکی داده. اوکی برم پایین. با اکیت افتاد. دوه اونی که تو ترینه. بابا ولم کن نامودا فیلم سوپره مگه. بابا یه به خدا یه اردراپ گینا امتو دبله ماشاءالله. مرده فکر کنم فیس ماسک داشته جی. M2 این چه سوپره. یارو M2 داره با فایت. بچه یه فولکیت دیگه اومد. تو رو بزنید دیگه. وای حاجی نیا رو بیس. داره میاد من غلط کردم رفتم راش دادم. گوشنه یه دراپتی باشه. اداره پروز کردن تو نایمد درانو. اومده بلند نکرده فکر کنم. اومده لوتش کردن. نتونستیم کاری کنیم. کلا همشون M2 اعلان بودن و 5-6 نفر بودن و تونستن که ایدراپو لوت کنن و ببرن بیسش. اوهو M2 یه داده M2 یه زدم M2 یه داد شد. مطمئنی؟ آره 100%. M2 داره یکی دیگه اونی که ایدراپو داره لوت کرده داره فرار کردن. داداش مطمئنی M2 رو زدی؟ آره بابا حاجی یک توی این بوش هست توی این بوش نمیتونم مارک کنم. ای بابا همین نلیست سری بادی من میده کم میخواستم با میسازم براتون دوباره. آقا M2 رو به خدا زدم چرا پارچه نداریم 4 تا پارچه است. فرار کردم 4 تا فول کیت. بابا ای مادرشونو گدای ایردراپ هنینا.
شیرم تو ذات بابا تو دیده بودی کسی بیاد ایردراپ تا بگیره؟ الان من تو عمرم ندیدم. رفتیم میلیتاری یکم ریسایکل بزنیم، ریسایکل پارچه، چون هیچ پارچه تو بیس نداشتیم. ما صوبی رفتیم، صوبی که یکم ساعت دیگه 9 میکنیمشو. آمی رفتیم یه 300 تا اسکرپ باتمن بذاری ها. میلیتری دیالا توش بودن. آمی 300 تا مایکشو اسکرپ برگرد باتمن گفت مایکشو برگرد گفت بالا چپ صداشو شنیدم فهمیدم. دوباره زدنشون؟ نه من سولو میخوایم بودم، اونا ریدش 3 تا کنیم. بودن بک دادم. همین الان میخوایم رید. بچات بابا میخوام راکت بزنم بریم رید. 140 نمیخوام بریم رید. بابا ریدشون به گوز بنده هستم مستچلم آره اون بیسی رید که چیز مقاصد رد کنی. دیشب که داشتیم پلی میدادیم بیس دیلا رو فهمیده بودیم کجاست و رفتیم برای ریدش فارم کردیم و آیتم رید بسازیم که بریم دیلا رو رید کنیم. با میگه گان میخوام. نزنش اه. نه اوکی آقا بیا مثلا متریال اوکی بدیم یه سنگی. بله سایگو اون کیه؟ یاد او نه یه دستم براش بزنیم با دورت با گیرت. قالی لو گرید هم نداریم. چی اف کردید لو گرید رو؟ با یه یکی الان داشتیم. تو به کی اعتبار به یه متجاوز نودا به مولاک تو چطور ماهی نجات پرست کرونا رو میبینی هیچ کی کیرش نیست. خیلی ممنون. بچه‌ها تا حالا چند بار تو زندگیتون پاستا خوردید؟ واسه تا چند بار خوردید؟ پاستا چیزا ماکارونی نه پاستا. مثلا پاستا نخوردم. چی آلفردو آره خوردم چند بار؟ میدونم مثلا نخوردم. اولین بار دارم میخورم آجی. خیلی بد مزه اصلا نگران نباش. آره حاجی، این یه مدل از خامه میریزن توش حالم بد میشه. آره خامه نمیریزن اندازه کفش فکر میکنی خامه هم دو کمم باید میخوام همه بلک آپسا رو جمع کنم فعلا این یکیش هم گرفتم. میخوام 39 تا تکسرش سیکل کنم واسه. بچه پاستا خیلی خوشمزه است. حسین پاستا بخور. البته تو باید اینو بخور. بیاید میلیتری اسپان شده بیاید مراج من چند ایرانم به نظرت؟ 25 فکر نکنم. به من میگن یک ایران. مثلا 5000 می آره من ولی 4-5 میسی راست جزو پنجمین گیم پرفروش جهانه. نه پرفروش استیم. پرفروش استیم آره. نه چو چهارمین پرطرفدارترین چهارمیه تو استیم. پلیرهای آنلاینش هم پنجمین پرپلیرترین بازی جهانه. آی وارزون رتبه 64 بود. آره وارزون 40,000 تا بود. پشمام ریخته بود. اولی که همیشه CS باید تعطیل کن. اولی که کلا CS بعدش دوتاه بعدش بازی دیگه. بعدش بعدش چی بود یادم گفت آره بابا تو فقط بیا با هم ویدیو کی سیکم مغزیا راستی سامساوری هم بهم زنگ زد گفت ویدیو بگیر. من که کار دارم اصلا یا خدا شیر سگ این کوسکشه چجوری اینجوری ها رو گذرن خود بسه باید که لیزر میره کسه گرده به طرف قرنس باشه. داشت یه بار تو ریبون بودیم من و متی یکی اومد مایکشو باز کردش حرف میزد انگلیسی داشت کسچه میگو بعد یه دفعه یه اروغی زد حاجی فورم پاره شد. دیدی میلیتاریو؟ نه اومدیم بیساکلی ها رو بذاریم یه حسین من تو ببینم. باشه بیساکلی ها رو بذارم یک ایران بابا بالا این پیسی بالا انه زدم سگ پده سگ یک ایران یک ایران کیران یک ایران
از یه کسه بودنش معلومه کی دقیقا یک کسه بودن. یه بار دیگه رو بزن داری، یه بار دیگه رو بزن. کی عروق زد؟ مهدی. عروق زده بابا کی؟ بیتی عجب آروغ میزده آروغ بزرگونه است. بابا من در آیکوارم هوشیار نمی کردم توی دوم کلیت چیونک اومد و رفتیم روش. انمی هست. انمی اوه شیلم 43 به گوز بندم. همشون اون موقع همه کریتا بودش که نبود، همین الان رسیدن. نخوری حالا تو دیوار. وای فدا چت مویرگیه. مماس شد، بر خط موازی مماس شد. ما تو هندسه داشتیم مینی با مینی رفتم اتپوست یکم لوگرید بخرم و اول ریفاینری بگیرم که لوگریدمون خیلی بیشتر شه، چون خیلی لوگرید کم داشتیم. رو تیر میزنم. یه رو اویدریگ هم یکی هست. بعد خراب کرد دوربینو آجی، عجب بیشرفی. ولی سوزیز مناسبتون نیست. ولی میخوام باز میخوام بابا ادپسونیه نکنه همون یه نفر دیگه یکی رفت بزنتش آجی، یه MP5 داره میزنتش، خودش تامیه. تو که حیوان بودی. آه میتونی من دم دون اینا پیاده کنی؟ دمدون واه، هیل ندارم. من هیلم 38. یارو بالای دومه. دارم همونجوری بزنم همه رو. آره نه مرسی سیسته بریم دیگه پس. نه حالا بذار دومو بگیریم. خفن دیگه. اندازه کل اینونتوریت اسکین ایکی دارم هرم زاده. چند تا اسکین ایکی داری؟ بگو. من 25 اسکین ایکی دارم. من بهت بگم دهنت باز. یه چی دیگه هم بخر آمی. 26 26 7 رفت پیشل تو داره. چی بود اخوی؟ فقط آبش بگیر. خیلی بد میشه با پیچ بزنی. خیلی خوشگله آجی. خسله خسله. من چیز دستم گرفتم، ایکی دستم گرفتم. غلط کردی. به خدا. کجا؟ آها من ایکی با من رفتیم میدون تیر رو ایکی تیر زدم اصلا باش. ایکی دادن دست من. نه من ایکی با پیتو هم زدم. من هم ایکی زدم هم پیتو یه زدم. خشاب تیر زدم. نارنجک هم انداختم اونجا. بعد نموردی؟ داداش تو نه به خدا تو اصلا- کونم ننداختم که. هیچ جا دست بچه نمیدن اینا رو. چی میگی؟ 6 سالم بود. من 6 سالم بود رفتم میدون تیر ایکی دستم گرفتم. وای آجی من کیم آجی؟ من یک ایرانم. چیزم داده تامی هم داده با جونگی. میتونی حضی بندازی به پایین؟ بچه ها کلیت چیون که دومو تونستم بگیرم. منم گفتم مینی رو روشن کنم و برم بالای دوم که قشنگ هر پلیر اومد بتونیم بزنیمش. بذار ببینم بذار ببینم. بذار ببینم. میاد کیه؟ اودی فاینری داد آمی. خریدم دیگه. داره اودی فاینری داد. یه لوت کنم من جا ندارم. اون پایین چند نه. نفر رو زدین لوت کردین؟ آقا جیزی من یادم میاد. سون MP5 اینو رو بگیر. من پورم میگم من بیاری. یه نزنه نفر که جا داره اینا رو بگیر. بچه MP5 پایینه بچه. هامی اینا رو بگیر. هامی تو اینا رو بگیر برو بار. ایکیه پایینه. این کی میکنه؟ پونشه ایکیه. بده MP5 بده MP5 بده.
بابا AK اون بره ایکی تو بیسشه کس خود. میدونم میزنه ما رو. بریم همین این لوتا رو برده با مینی سری بریم. دولو آی دومو گرفت. ها اوچ فقط گیم ایکس میدید چند نفر تو دوست دادم. ای 20 نفر این لوله اومدن بالا. خب اینا همون دیلایی هن که خیلی لودد بودن که همشونو با MP5 تو میلیتاری زدم تو پارتای قبل. بیسش اینو اومدیم ریدش کنیم. دقیقا بیام. چسبیده به دهنم بود. منم بیام رید رفتین؟ داشت منم پیاده میرم آقا خیلی گلی وایسین بیشورا. خیلی دیر نیست. پشمام ریخ با 4 تا سچل تونستیم به یه لوت خیلی گنده برسیم و گفتیم ادامه ریدم بزنیم چون از در اولش معلومه خیلی لوددن. طرف آنلاینه. بذار پشت. نه بابا کسخلی. آیه یکی بیرونه. بچه صدا گاراژش اومد. بچه ها یکی با ماشین اومد. بولکیته؟ نه هزیه. بچه این طرف ها نیستن. مراج طرف سه تایید خورد. در باز شد بده ایکیشه برو. پاش میدونی چقدر لوت دارن آجی؟ اما بیسش بازه. آجی تیچه بگه بگشو بگه من برم پایین. برو پایین. اوه چیزی که الان میگیرم با چیزی بندازم. بگاشم تشکیل بندازم. نه بابا با چیز یکی اومد بالا. یکیه اومد بالا. بابا یکی نیکده نیچه دارو که برداشت دارم. خب تیسی ها برداشتم بیا سیب کنم. بزنم آجی حسین برو بیرون حسین. پشت بیت خط دار هم تو هم یست که عقبه خط من در ساختم فقط در راش میده برو من پشت بیت کنارشم بیکنار اومد جلو در بذار. نیدن دا در گذاشتم رمزش دارم. اومد در ما که در الان باز که این اومد یه دونه تام خط در ها نیم بیرون اومد تو مامی من میزونم سیاه ندارم. برو خط بگیر. بیا بد تو بیا خط بگیر من من چی ندارم خب من یکی داده. یکی دیگه هم هست. بابا یکی منو هیل ندارم. آقا نبازی کاراشو نبندن تو رو خدا. نه بچه ها اصلا گاراژ برای اونا نیست. آره کاراش واسه اونا دیگه کن. گاراژ برای اونا نیست احمق. قربه یه بیس دیگه است. دیلا یه نفرن. در بس نه اصلا در نشته بودم. کد نشته بودم داره. بابا یه کد میخواد برید تو بزنینشون ناموسن. پس تیسی رو میذاشتیم آمی 4 تا ست شد دوباره باید 4 تا ست شد بس. دو تیر نداشت. نه مید داریم بریم اول باید بریم اولیفاینری رو بذاریم. مید اوکی کنیم بعد بریم. بیت بیاین اینا همه رو بیسن. من هست. بچه کسخل مسخلید. تیپیستون دی کس یه فولکی داده. یکیشو دادم فینیشش کردم. فینیشش کردی؟ اونی که تو دانش کردی. هدشات خورد. یکی دیگه هم داده. یه هیت خورد اون هزیه. این فکر کنم یکه. توی اومدی نزدیک هم. آره تو دقیقا رسید. بابا هیلم یکی دوباره 2 تا هیت خورد. وای پشمام آجی.
متاسفانه کلن ما یه بدی این که داره خودم باید سولو پلی بدم و هیچکس کاورم نمیاد. همه گفتیم داریم میریم رید کنیم. وای جی کی بود؟ متاسفانه بچه ها انقدر زدن که گوشاشون هم از دست دادن. بیس کیری که بتونیم مثل آدم بریم. دو تا یک نه تو حاجی من فقط یه باکسشو باکس کردم دیدم پر گام بود. یه حرف نمیزنم. بچه بیس سیل کردم، یعنی گاراژدار بسته است، در برای ماه. دوباره بچه ها تونستن روی بیس رو بگیرن، اما بیس سیل شده بود و حتی اون یه دونه درم برای ما نبود. بچه ها کلن دیوونه هستن. برم سچل بیارم هر دو تا درشو بزنیم، فقط کاور اینجا بگیر. آجی بیا اینا رو یه نفر بگیر بزنه. بده من میبرم سچلم میسازم میاد. بده ندارید پارچه مارچه؟ بیا دمت گرم. اینم دستت باشه، سچلو میخوام بیارم سری بتونی در بذاری. او این نورمال خورکوس بیارم. آقا یکی سیسی آماده باش بسازه حداقل. خودم در در واکر همین بک اومد دده یکی دده. حالا تا گام کاور یکی دیگه هم بده. چی داشت؟ یه چیزی به من بدین. پارچه مارچه داشت. پارچه مت. بیا بانداج بده گذاشتم. نه پرد نه. بنده نه برو رسته نه یا پرد که داره میاد گولکیته. ای بابا دوتاشون لوحن یکیشونو زدم. آجی بذار به حسین بگم آجی. حسین تیم کند کسما. شما ما رو دارین. آجی ما یارو داشتیم بگم میتونی کمکم کنین؟ بگو یک دو سه بندید ننتونو کنید. ها؟ نمیتونی؟ اوکی. نه. میگه نه. این به قرآن من واتر رو میکنم تو کست اومده. و میخواستم برم بیسشون رو چک بدم ببینن بزرگ کردن یا نه. رفیق چیه؟ خب C4 دست حسین بود داره؟ نه گذاشتم بیس. دوباره یک کلن 3 نفره اومد روی بیسمون. سرور ایرانی is the best. من اینا رو میزنم میتره کنم آجی. اینا اذیتمو میکنن. یکی دیگه هم خودم هم مردم آجی پشما. حالا منم زدمش. یکی دیگه هست. الان میرم اینفو میگیرم بیرون برسون. یکی دیگه هم بده. وای من زدم. یکی دیگه هم بده. یه نفر دیگه بود. یکی دیگه هم بده. هر سه تمام ماشاءالله. بذار من میرم روتون کنم. من پایینم. یکی خوب. اوه سیتاس اسمشون چیه؟ آی چی؟ اوف اون یک ببینم شیروم سیتاس. یه چه خواهی داره بودم ببینم. خب بچه ها آماده باشید. دستمو دو تا چسته کن. حاجی در رو باز کرد بابا اتشادش زدم. اصلا اینا بیسو گرفتن. چند دقیقه پیش مراج به کلن حسین تیم پیام داده بود که آقا بیان کمک ما میخوایم اینو رید کنیم، ولی همیشه اینو یادتون باشه که کلن من هیچ موقع نیاز به کمک هیچ کسی نداره. So much to lose. پس بگیرید.
درش هم بازه. تیسیش مولوتوف آوردی؟ نه بزن تیسیش رو اکبار بگیرید. ای کی داره؟ بزن حسین بزن. تیسیش رو اکبار بگیرید. آقا بگیرید دیگه چند نفر. افتاد سید. برید داخل. بگشون رو بزن. من باز بود جکی بگشون. اشکال نداره. انا سیر میدم ایس. بودو سید کن. بذار ساخته نمیشه خارکسته. یا فقط ببند در رو ببند هامی. اوکی. دیوار بزن فقط ببند. نه یه فاندی بزن با سری بیت کن. بابا ساخته نمیشه. تیسی هم بساز. پیس. در بسازه یکی در بسازه. زودتر بگو. در ساختم. اون بیکی بیرونه. برو عقب بک بذارم. بذار. ایزی. لاک بزن. 10 ثانیه. چقدر هیچ. فول. تمام. رید بعدی آماده ایت من شد با این دوقالا. او مای گاد. بچه اومد. قطع براش. آجی بورد بذارم چیز کنیم. ورکی چی داشت؟ ورکی 2 نداشت. آشان دو طرف. بذار بورد دو شد بذاری. آجی بگو برده بابا برو. 8 تا بگو برده سکه. بگو رو بردار. اوکی. همه بردارم. تیسی نداره اصلا. بیس تیسی نداره. بیس تیسی نداره. آجی بگو رو بردار. من سکه دارم 4 تا 8 تا. اومد طرف تو برس. این چه بک چی؟ به چه سریع. آقا بک بذاریم. دوله. بیرون پلیر اومد. در بالا رو سریع بذاریم. زدم در بالا. اوه چقدر لوت. در میذارم. من با مینی بیام آمین. در ساختی؟ بذار ساختم در ساختم. آمین نومینی کردی آمین. او مای گاد. 800 تا پشمو. ورک دو بذار. آقا رید بعدی نامزن. ورک دو بذارمی. چرا؟ بذار ورک دو رو. بخواد یه چی بسازیم. ورکی رو ببریم بیس. با کسول ورک دو رو بذار کسول شیر نگو. بیا. من چونه اون میذارم. بیام بیرون. از جن خونه. بیا بیرون او واسه. مای گاد. ساتس واو. بیا. ریپیر کن. های کن چیز بردار ریپیر کن. بده من. ساتس واو. چقدر تیروول. بسا. حالا بیان. سات واو داداش. لوگریت نداره. لوگریت کسی داره؟ 800 تا دارم. زدمش. بده. ای حروم زاده. این بالا مگه لوته؟ کجای مراج بیا سری. دارم. من باید متوجه شم اینجا لوت هست یا نه. در خودمونو نزن. آره مردیم. مادرت هم میگه. میگه مرد یادت. کشتیر بابا. آخه خط ما بادی من بچه خط بادی. اوکی آقا. بابا چه داد میزنی؟ اوه بک بریم. نمیتونستیم توی یه ران کل لوتا رو ببریم بیس. تصمیم گرفتیم از ماشینی که پشتش چست داشت استفاده کنیم. بریم پر کن. دوباره به طور کنید. خط اینجا دارم. من میرم پر میکنم. تموسک واسه تموسک زدی ضربتی روش کردی. درسته اول کار ما میزدادی مهم اینه که آخری ما میبره. اوه الان دوباره توی کور بیسمون همون جایی که تیسی هستش کل چستا پر شده بود. لوت روممون
کلا پر شده بود و تصمیم گرفتیم یه طبقه دیگه هم اختصاص بدیم به لوت‌های فراوانمان. من داشتم باکسا رو مرتب میکردم و بچه ها اتکلی رو تک کردن که اتکلی بیفته و کلی بتونیم آیتم رید ازش بکشیم بیرون برای ریدای بعدی. میراج و حسین اتکلی رو زدن و نایت ویژن ساختیم چون شب بود و رفتیم روی اتکلی که ببینیم چه لوتای خفنی به ما میده. امسیونو اتچمنت اینو خب اومده آجی طرف استارت وایپو چه خوب اومد. پوسشر به من اتچمنت و امسیونو داد. پرید اتشات شده فروش. یه پولکی دیگه اتشات ده فکرم ناکه سایلنسر. هر 3 تا باکسی که من لوت کردم آیتمای چیت و پرت داد، ولی حسین با اولین باکسی که لوت کرد بهش M2 داد. یه کیران فرار کنید. آجی میدیدی آمی مردش آمی پرید اتشاتش کردم مرد. چی جاجی؟ اوه تامی داشتم یه داشت انتو بشینیم روفکم شاب چوتی اما آقای هامیکسن بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله فول متال کنیم. آره بسی فول متال کنیم. وال بکشیم برو تمیزه. آقا باری کلا بیایم بالا همه بیایم بالا چس بچه ها اصلا دیگه نرید بالین کلا با بریم بالا برینید کش اتچمنتم رو گان تامی هم خوبه یو آقا لوچه که مپاشه ماهی تستا رو مرتب بذارید. من یه نیم ساعت وقت گذاشتم باکس ها رو مرتب کنم، بیسم یکم آپگرید کنم برای اتکلی بعدی. من از اینجای ویدیو به بعد رو سعی کردم براتون خلاصه بذارم چون تایم ریکورد خام این ویدیو بالای 24 ساعته که اگر میخواستم با ادیت شده براتون بذارم تقریبا یه 5-6 ساعت طول میکشید ویدیو و گفتم براتون اینجوری کات بزنم و خلاصه براتون ویدیو رو بذارم. تیشاتکان داری؟ آقا یه بیس پیدا کردیم که این بیسه برای رفیق آقای ایجنت بود که ما رو چند بار زد، از ما یکم گان گرفت، همون تامسون گرفت که برام مهم نبود و ما هم ازش عقده بدت گرفتیم و اومدیم ریدش کنیم. درواز چه؟ از کجا بزنم؟ این در رو بزن. این در چپی سمت چپی نه بچه بزن ماشاءالله بلندم کنید. بابا من چیزی بلند در بگو من نبردم تو رو خدا. سان بچه دارم میام. نزنی الان سچل نندازی بذار خودمو لوت کنم. اومدم. بچه یکی اومد بده. او کیه؟ دست دیگه نیست. آجی پشمام دو دادن؟ بچه یکی میره بالا. اوه چقدر استون. چی بزنی؟ او به این دکتر به متجاوز پشمام. بذار بنویسم پشمام تو پیوش بنویسم آفلاین کت سر آمی تو اسکین نگاه کن بابا نگاه. و تمام لوتاشو تونستیم به موفقیت به بیسمون برسونیم. این بیسی که برای رفیق ایجنت بود وقتی ریدش کردیم خیلی شوب داشت و تصمیم گرفتم دور بیسو کامل وال کشی کنم. شب شد و یه اتکلی دیگه اومد، اونم زدیم انداختیم و آره دیگه. طرف رو منه بهت بیده. همه رو لوت کردی در رو میدادا. دو تا کرید بود همین چند تا کرید باز کردی؟ یه دونه.
تو دوتا؟ منم یه دونه. خب پس بخیه کو؟ تو کس یه دیگه هم باشه. آره سیفا راکت گرفتم بریم. سیفور راکت؟ به نازم آجی منم سیفور راکت. دو تا راکت دو تا سیفا. بریم اون بیت چیزا رو برای من 3 تا راکت 2 تا سیفور. بریم همونی که اینم بریم بیت فقط سری. منم بیاین راکت دیگه. لانچر دارم. بابا بال بزن دیگه. تو بالی تو بال بزن. بال کرد. بده. اومد. گره. زدمش. چی من چیم؟ همی بیا دو نفر بکن. بیل ندارم. بده. بیا این دو تا فیکی. وای لا زدمش. از بک فکر کنم مرد. آره مرد. بده. من لوتش کنم. من لوت من اون فوشه. نه بابا یه نفر. نه این دیگه است. یه نفر دیگه من. بالا سرمون علامت ندارم. بچه های که یارو منو لوت نکرده. اه. خود تو فوت لک شدم چرا؟ وای لوت. یعنی بابا چند اومدن مامی من شیرم تو نه. خدایا من. بده. بابا چیزی چرا الان میادی و تونم این اتکلی هم با موفقیت لوت کردیم و بعد اینکه اتکلی لوت کردیم یادم شاید گندز گوزی کردیم و آره دیگه این دو تا درش بردم. باید این بابا 2 تا در بزن بعد 2 تا بزن بریم تو قشنگ با سیفور. برو من اینو بزن رو اون یکی در سیفور نندازه. یه کاری میخوایم کنیم. بایستا برو ننداز. اینجا رو بهتر نیست بزنیم از زیر بریم تو. واسه 2 تا سیفور بنده رو سنگه. اول نه 2 تا سیفور بزن بره تو بابا ول کن. ضربت سیستا نکنی شکست شیر خرباب بزن اینجا بزن 4 تا راکت من میخوام راکت بزنم. وایسا نظر نه الان میافته. اوه دیدی اش کردی تیسی. پاک. بزن چیزشو بزن. و آره دیگه واقعا از سرور خسته شده بودیم. 5-6 تا باکس پر گان داشتیم. اینم آخرین ریدمون بود و تصمیم گرفتیم که بیسو به یه نفر بدیم و برای این کارم رفتیم آپارات گردی ببینیم کی داره تو سرور ایران راست استریم میذاره که بیسو به اون بدیم. بچه های ویدیو اینم از داداشمون دیدی چرا داره شکره رو خواهی کرده آجی. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. دمتون گرم. لایک کامنت و ساب یادتون نره. این بیسم که دادیم این بنده خدا. آره دیگه تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. بچه‌ها خداحافظ میکنم. خداحافظ.